روزنامه آخرین خبر ماجرای شنیدنی. ببخشید. بله. یه واشنگتن پست. بله بفرمایید. بیا بقیهش مال خود. ممنونم. روزنامه سب کنید عجله نکن، مراقب باش. سلام قربان. سلام قربان. این ساعت داری میری اداره یا جایی دیگه؟ من دیرم شده. صبح با لیندا سر موضوع بحثمون شد. لعنتی باز یادم رفت. چی شده؟ نگرانی؟ اختلافتون مهمه؟ از دست این کار که صبح و شب نمیشناسه. قربان من با علاقه وارد پلیس شدم، اما انگار زندگی با حساب کتابم جور در نمیاد. چطور اتفاق افتاده؟ حالا اگه کمک از دست من برمیاد بگو، وگرنه بذار روزنامه. خب راستش آخر هفته به یه مهمونی دعوتیم. لیندا میخواد کادوی چشمگیری بخریم. صبح ازم خواست سر راهم به فروشگاهایی که گفته بود سر بزنم. اینقدر عجله داشتم که یادم رفت. دلیل دعوای صبحمونم همین بوده. به خاطر اینکه شغلم وقت مشخصی نداره ناراحته. به نظر من که وقتشه بریم مرخصی. کارت انگار خیلی مشکل شده. بهتره درباره‌اش صحبتی نکنیم قربان. کم کم دارم فکر میکنم زندگیمو باید حفظ کنم یا کارم. جدی میگم. امروز از این هوای آفتابی لذت ببر سرگروبان. خودت میدونی که نمیتونی شغلتو بذاری کنار. تو اوضاع فعلی پیدا کردن شغل به این راحتی هم نیست. اون وقتی که داری پیشرفت میکنی. واقعا؟ جناب کاراگاه شما جدی میگید؟ بچه بایستدی؟ راه بیا. من به این راحتی از کسی تعریف نمیکنم. چه خبره؟ چی شده؟ این چه صداییه؟ احتمالا دعوای دوتا آدم ولگرده. این اطراف زیاده. به نظرم از این موضوع شخصی مهمتره. بهتره زودتر بری ببینید چه خبره سرگروبان. درست نیست نزدیک اداره پلیس همچین دعوای اتفاق بیفته. ما اطاعت قربان حتما. باید با پلیس حرف بزنم. بکش کنار. اجازه بدید. لطفاً کنار برید. بکشید کنار. خانوما آقایون متفرق بشید. متفرق بشید. سلام خانم. من سرگروبان والش هستم. میتونم بپرسم چه اتفاقی افتاده؟ دعوا برای چیه؟ اگه مشکلی دارید چرا به اداره پلیس نمیایید؟ اجازه بده من برای شما توضیح بدم. ببینید من همکار شما هستم. صبر کنید. اینم کارت من هستون هستم، عضو پلیس ناحیه 4. ببینید. ببینم. بله. خب پس جریان چیه؟ چرا خانم میگن میخوان به اداره پلیس برن؟ مشکل من هم همینه. از این خانم شکایت‌های زیادی شده. ایشون سندهای زیادی دادن. حق مردم رو از بین بردن. بنده هم مأمور جلبشون هستم، اما به جای اجرای دستوراتم ایشون داره بازی در میاره. این بازیه که دارید می‌بینید. حکم جلبشون کجاست؟ این هم حکم جلبشون. ببینم. همه چیز قانونیه سرگروپان. ایشون بعد با من بیام اداره پلیس. دروغ سرکار. اون داره دروغ میگه. خانم عزیز این که سر و صدا رو انداختن نداره. همکارم حکم جلب شماری دارن دیگه. جای این حرفا اینجا نیست. توصیه میکنم با ایشون همکاری کنید. نه غیر ممکنه. من با اون جایی نمیرم. میخواد منو به زور ببره. پلیس هم باشه حق نداره منو به زور جایی ببره. میبینید سرکار؟ میبینید؟ اصلا حرف رو نمیفهمید. من با شما جایی نمیام. بهتره سر و صدا نکنید خانم. اینجا جمعیت زیادی جمع شده. ایشون وظیفه‌شون رو انجام میدن. همراهشون برید تا مسئولیتی متوجه ایشون نشه. پلیس از شما بازجویی میکنه. اگه بیگناه باشید مرخص میشید. اما سرکار من کاری نکردم. اگه سرمو ببرید همراهش نمیرم. خانم مدعیه که بیگناهه، ولی سرکار باید عرض کنم که ایشون در آگاپولکو وقت محاکمه دارن. از اونجا فرار کردن و ممکنه یک ذره خطرناک باشن. ایشون باید حتما بیان اداره ناحیه 4 پلیس. خیلی خوب مثل اینکه ناچارم به شما کمک بکنم. این ماشین شماست؟ بله. خیلی خوب خانم بفرمایید سوار شید. بفرمایید. وادارمون نکنید خشونت به خرج بدیم. زودتر سوار ماشین بشید. کمکم کنین. اون میخواد منو بدزده. من نمیخوام با اون برم. ثانی تلافیم. بله. اون بهتره سوار شید. بیشتر از این وقت مردم تلف نکنید. سوار شید. سوار شو. حالا شدید یک آدم حسابی خانم. سرکار. بله. خیلی ممنونم. محبت شما رو فراموش نمی‌کنم. خواهش میکنم. مراقبش باشید. بهتره هرچه زودتر راه بیافتید. بله. متفرق بشید. خانم ها آقایون متفرق.
پرونده های جانی دالر. اقتباس و تنظیم برای رادیو از مهسا پیروزفر بر اساس داستان‌های جک نویمن. بازیگران به ترتیب اجرا: ایوب آقاخانی کارگاه جانی دالر، ماکان رضایی پور روزنامه فروش، بهرام سروری نژاد گروهبان والش، سیما خوشچشم سوزان، احمد هاشمی هوستون، علی میلانی دیوید، امیر منوچهری تئودور. این داستان سومین مأمور پلیس. سردبیر و کارگردان ایوب آقاخانی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. آقا الان به تنها چیزی که فکر نمی کنم معامله فرداست، میفهمید؟ آره میدونم. چی؟ الان معلوم نیست سوزان در چه حالیه؟ اگه به خاطر من یه مو از سرش کم بشه هیچ وقت خودمو نمیبخشم، فهمیدین؟ گوش کن، میخوام فوراً بفهمی پشت این قضیه کیه. چی؟ حق السکوت؟ من به کسی یه سنتم نمیدم تا ندونم سر سوزان چه بلایی اومده. آره میدونم مراقبم هستم، شما نگران نباش. بله منتظرشم. باید قطع کنم، حتما سوزانه. خدمتکارا رو فرستادم. باشه بهش سخت نمیگیرم. لعنتی، خدا کنه خودش باشه، حتما خودشه. اومدم. سوزان، شما فرمایشی داشتید؟ این که رسم مهمون نوازی نیست، اقلن یه تعارفی بکن. آقا ممکنه اشتباه گرفته باشین، من شما رو نمیشناسم. چی کار دارین اینجا؟ مهم نیست. در عوض من شما رو خوب میشناسم آقای دیوید کلمنت، مرد معروف و ثروتمند شهر. به نفعت اجازه بدی بیام تو، خبر مهمی برات دارم. خواهش میکنم مزاحم نشین آقا، من گرفتاری زیاد دارم، لطفاً تشریف ببرید و راحتم بذارید. مثل این که توجه نکردین، گفتم برای شما خبر مهمی دارم که ممکنه به زندگیتون مربوط بشه. یعنی میخواین بگین کسی یا چیزی منو تهدید میکنه؟ ولی من از کسی وحشت ندارم، با مجوز مقامات مسلح هستم و با تلفن میتونم هر جریانی رو به اداره پلیس اطلاع بدم. میخندی؟ ولی کار به این سادگی نیست. اگه نذاریم باهاتون صحبت کنم همین الان میرم، ولی مطمئن باشید بعدم پشیمون میشه. بسیار خوب بفرمایید، اما یادآوری میکنم که اگه منظورتون ایجاد مزاحمت باشه این شما هستید که پشیمون میشید، نه من. خواهیم دید آقای کلمنت. بفرمایید از این طرف. بهتره به اتاق کارم بریم. اینکه شما منو بشناسید چیز عجیبی نیست، اما امیدوارم اصرارتون بی جهت نباشه. بفرمایید.
بفرمایید. منتظرم حرفاتون رو بشنوم. بذار این حرفمو خلاصه کنم آقای کلمنت. بالاخره از این همه ثروتی که خدا بهت داده نمیخوای سهمی به بقیه بدی؟ شما حق ندارید با من اینطوری صحبت کنید آقا. یعنی اومدید تا این حرفا رو به من بزنید؟ خب منظورتون چیه؟ مثل که متوجه نشدین چی گفتم. یه بار دیگه میپرسم، از ثروت بی حسابت حاضر نیستی به بقیه بدی؟ چه سهمی باید بدم؟ درمانگاه ساختم، مدرسه ساختم، به خیلی ها کمک کردم و میکنم. دیگه چه سهمی؟ اصلا بابت چه چیزی؟ ولی آقای محترم، ما هم باید یه سهمی داشته باشیم. آخه ما کسب و کاری نداریم. بالاخره آدمایی مثل تو نباید به ما هم برسن؟ مرد حسابی، هر کسی هستی باش، من باج نمیدم. پولی با آدمای مفخوری مثل تو نمیدم. تو این شهر توفیلی مثل تو زیاده، ولی خدا رو شکر اونقدر امنیت و قانون هست که تو دهنی محکمی بهتون بزنه. بهتره یه همون ول کنید آقای کلمنت. خیلی تو میری. خیال میکنی اینجا کلاس ادبیاته؟ مواظب حرفاتون باشید و الا ها؟ و الا چی؟ مثلا چی کار میکنی؟ با این اسلحه میتونم بکشمت و بگم یه دزد بی سر و پا بودی. اگه اسلحه هم داشته باشی مطمئن باش از تو سریعترم. پس بهتره زودتر گورتو گم کنی. اجازه بده. اینا تاشقالات تمام چیزیه که توی جیبای منه. خوب نگاه کن. اسلحه‌ای تو کار نیست. من انقدر احمق نیستم که جونمو به خطر بندازم. من یوم زحمت کشیدم، با شرافت و احترام زندگی کردم. دیگه دلیلی نداره پول مفت بدم. فهمیدی؟ در اون سمته میتونی بره بیرون. منم باید بگم که یه عمر، گرچه عمر زیادی نیست، ولی از مردم خواستم. همه هم با دست و دلبازی قبول کردن. بسیار خوب. پس آقا میخوان از من باج بگیرن، درسته؟ هرچی میخوای اسمشو بذار. البته بد نیست بگم که در حال حاضر زن زیبا و برازندتم، که البته هم سن و سال دخترت پیش ماست. همین و بس. فکر کنم دیگه میتونم برم. تو رو میکشم. نمیذارم از این در بره بیرون. شما سوزانو گرفتید و معتادش کردید. آروم باش تو این کارو نمی کنی. یعنی نمیتونی بکنی. چون اگه منو بکشی نه تنها به زنت نمیرسی، حتی ثروتت هم از دست میدی. باشه بهتره اسلحه رو کنار بذارم تا با هم حرف بزنیم. خب حالا بازه بگو ببینم از من چی میخوای؟ هیچی، فقط یکم پول نقابه. آخه دنیا که مال شما نیست، ما باید زندگی کنیم. حیفه به خاطر خساست زن نازنین تو از دست بدی. نفهمیدم. داری تهدیدم میکنی ها؟ اگه کمترین بلایی سر زنم بیاد روزگارتون رو سیاه میکنم. مگه میتونی این کارو بکنی؟ نه، سعی میکنیم اونو زنده نگه داریم و سعی سالم تحویلت بدیم. مگه اینکه باج ندم. درسته؟ درسته. یه وقت با خبر میشی زنت تو رودخونه غرق شده. آخه میدونی که اون معتاده و از این اتفاقا ممکنه برای هر معتادی پیش بیاد. لعنت به شما.
شما میخواید من تا آخر عمرم بهتون باج بدم؟ ای قلبم، ای وای. بهتره زودتر از اینجا بری. اگه بمیرم من حاضر نیستم یه سن بهتون بدم. من باج به کسی نمیدم، هر چی بشه. ولی نمیتونی منو ناراضی بفرستی، چون ما مدارکی به دستمون رسیده که نشون میده پولاتو از شرکت ویلیام گرفتی. البته بهتره بگیم دزدیدی. من هرگز در تمام عمرم دست از پا خطا نکردم. اون سهم خودشو از کارخونه به من فروخت. همینو بس. این سندا رو میبینی؟ از پرونده های پلیس به دست آوردیم. کپیشونو میذارم پیشتون، میرم یه نگاه بهشون بنداز، بعدش تلفن کن. اینم شماره تلفنمه. البته تلفن کافه‌ایه که همیشه میرم اونجا. خیلی خوب. من وقت این کارا رو ندارم. با اینکه مطمئنم گناهی نکردم، حاضر نیستم به دادگاه و پلیس و آگاهی کشونم. حالا بگو ببینم چقدر میخوای؟ حالا شدی آدم حسابی. ما چیز زیادی نمیخوایم، ماهی 10,000 تا. اول هر ماه به آدرسی که بعداً تعیین میکنم میفرستی. فعلا قسط اولو بده. به شرطی که همسرمو بفرستید. البته صحیح و سالم. شک نداشته باش که میفرستیم. خیلی هم زود. پولو بده. بیا اینم 10,000 تا. خب ببخشید ولی بالاخره باید مطمئن بشم. 1 2 خب مثل که درسته. همین امشب همسر جنابالی رو میفرستیم. امیدوارم خوش بگذره. ما رو ببخش. خب زندگیه دیگه. خداحافظ. لعنتی. خیلی ترسیده بودم دیوید. نمیدونستم چی کار دارم میکنم. مثل دیوونه ها هر کاری میگفتن انجام میدادم. اونا داروهایی میدادن که فقط خوابم میبرد. مثل یک کابوس بود. باورت میشه؟ لعنت بهشون. میدونم باهاشون چی کار کنم. نگران نباش سوزان. کاری میکنم که از کردشون پشیمون بشن. خب برای اینکه خاطره بد این اتفاق رو فراموش کنیم، بهتره برای شام به رستوران مدیسون پارک بریم. چطوره؟ امشب نه، خواهش میکنم. خیلی خستم. فقط میخوام بخوابم. نگران نباش عزیزم، تو خوب میشی. مطمئنی خوب میشم؟ توی بهترین بیمارستان بستری میشی. زود خوب میشی. حالا بهتره بگی اونا ازت چی میخواستن؟ نه، خجالت میکشم. خواهش میکنم نپرس. خب عزیزم، اگه ندونم برای چی دزدیدنه، چطور میتونم علیهشون کاری بکنم؟ از چند ماه پیش که به کافه پرنده طلایی رفت آمد داشتیم تا حالا دست از سرم بر نداشتن. تهدیدم کردن که بالاخره توی یه تصادف میکشنمون.
متاسفم. به خاطر ناراحتی قلبیت نتونستم این موضوع رو باهات در میون بذارم. ولی عزیزم بایستی همون اول بهم میگفتی. از راه قانون همه رو سر جاشون مینشوندن. موضوع تأسف آور اینه که اونا تا تونستن پول و جواهر از من گرفتن. از ترس تسلیمشون شدم. بعدم 1000 تا نقشه کشیدن که به خودت مسلط باش. بیا یکم از این آب بخور. اونا با نقش منو معتاد کردن. منو ببخش. هرچی پیش اومد از روی اجبار بود. منو با تهدید به این روز کشوندن. میدونم عزیزم، میدونم. توی این مورد تو گناهی نداری. هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. نمیدونم اون عوضی ها از چرایی تونستن ازم امضا بگیرن. باور کن روحم از امضا کردن سند خبر نداره. لعنتی ها. خب بعد چی؟ اونا حتی حکم جلب منو گرفتن. امضای خودم رو زیر چند تا سند و مدرک دیدم. برای منم سندایی جل کردن. وحشتناکه. عزیزم بهتره یکم بخوابی. این مدت سختی زیادی تحمل کردی. شب بخیر. دیوید، منو میبخشی؟ تو مقصر نیستی عزیزم. نگران نباش. حالت چطور آقای دیوید کلمنت؟ همسر زیبا و با وقارت به سلامت رسید؟ بله. عجیبه. چرا تشکر نمی کنی؟ خجالت بکش بی شرف. شما رو به سزای عملتون میرسونم. آها، پس سر ناسازگاری داری؟ بهتره خفه چی؟ چه بلایی سر زن من آوردی؟ مجبورش که نکردیم، خودش خواست. بگذاریم. یه مطلب مهم باید بهت بگم. وقت زیادی ندارم، زود باش بگو ببینم چی میگی. یه اشتباهی شده. اشتباه؟ چه اشتباهی؟ صبح که خونتون بودم 10,000 تایی گرفتم، درسته؟ خواستم بگم دوستام چیز دیگه ای گفته بودن، من چیز دیگه ای بهت گفتم. یعنی چی؟ منظورت چیه؟ اونا گفتن 100,000 تا. ماهی 100,000 تا. من از بس خرف بودم 10,000 تا شنیدم. رزل بی شرف. مطمئن باش ساکت نمیشینم، نوبت منم میرسه. دیوید، چرا دعوا میکنی؟ بازم اونا بودن. آخر سر یه بلایی سرمون میارن. ممکنه ما رو از هستی ساقط کنه. نمیخوای کاری بکنی؟ من میترسم. فعلا باید مدارا کنیم. بالاخره یه کاری میکنم. ولی من از این زندگی، از این مصیبتی که دوچارش شدیم خسته شدم. عاقبت یا دیوونه میشه. به این سادگی ها نیست عزیزم. بالاخره منم کسایی رو میشناسم که اینا رو سر جای خودشون بنشونن. اما فعلا صلاح نیست کاری بکنم. برگرد به اتاقت و بخواب. خب؟ برو بخواب. سرکار حسین، میبخشید که اول
به صحبتاتون توجه زیادی نداشتم. این گزارش مهمی بود که باید مطالعهش میکردم. خب بفرمایید اصل جریان چی؟ البته اگر ممکنه به اختصار. بله آقای کارگاه، من فتوکپی سند را آوردم. امضای خانم زیر سند هست. کارشناسا هم تاییدش میکنن. ما تو قسمت خودمون تحقیقات کافی کردیم. اما سوزان هرگز سند $1,000,000 رو امضا نکرده و نمیکنه. اصلا وارد این جریانات نیست. ضمناً اون هر چی که بخواد در اختیارشه. دیگه چه احتیاجی به سند و سندسازی داره؟ علی آقای کلمنت، در عالم قمار و دنیای اعتیاد از این حرفا زیاد پیش میاد. بقیده من البته میبخشید، باید شما همسرتون رو کنترل میکردید. این حرفا اصلا قبول ندارم. سوزان اهل این کارا نیست. ممکنه، اما مردم هم حرفای زیادی میزنن، همینطور که درباره خود شما هم خیلی حرف میزنن. ممکنه بفرمایید مثلا چه حرفایی؟ سندهایی در دسته که شخص جناب عالی هم امضاهایی کردید. خیر آقا، اینا دروغه، تهمت من. آقای کلمنت عزیز ناراحت نباشید، ما اطلاع داریم که شما آدم محترم و سرشناسی هستید. گاهی میشه که انسان اشتباهاتی بکنه. به هر حال کاراگاه دلر احساس میکنم پای توطئه‌ای در بینه، همینو بس. هرچند جسارته، اما من به عنوان یه پلیس عرض میکنم که معمولا همه افرادی که دچار اشتباهاتی میشن از این حرفا میزنن. همیشه صحبت از توطئه پیش میارن. مثلا به ما اسنادی نشون دادن که نشون میده سوابق شما، چطور بگم، سوابق جناب عالی، بگذاریم. بس کنید آقا، بس کنید، خجالت بکشید. آخه شما چطور پلیسی هستید؟ همسر منو دزدیدن، معتادش کردن، ازش به زور امضا گرفتن. حالا شما به جای این که دنبال سارقا و جنایتکارا بگردین منو متهم میکنید؟ ببینید آقای، اون آدمای عوضی از من باج میخواد. قلبم بای خدای. آقای کلمت، میبینم آقای کلمت، دادم برسی. آقای کلمت، داروتون همراهتونه، بهتره یه لیوان آب بخورید. آقای حسان یه لیوان آب بیارید لطفا. آقای کلمنت لطفا بفرمایید. مشکل قلبی دارن، شاید سکته کرده باشن. قرصتون کجاست آقا؟ بفرمایید قرصتون کجاست؟ آب بخورید آقای کلمنت. آقای کلمنت، منو کشت. کارگاه فکر کنم بیهوش شد. آقای کلمنت حالشون چطوره؟ صبر کن ببینم. نبضش نمیزنه. طاقت نیاورد. شما باید رعایت حالشو میکردید آقای کارگاه، این مرد مرتکب خلاف جرم‌های بزرگی شده. تا حالا کسی با خبر نبوده، حالا که دستش رو شده و دیده گرفتار عدالت شده از ترس سکته کرده. متاسفانه الان مأموری تو اداره پلیس نیست. لطفاً شما تلفن کنید یه پزشک بیاد، بعدش هم همینجا بمونید تا پزشک بیاد. ولی آقای کارگاه، من یه کارایی دارم باید انجام بدم. ولی اینم یه مأموریته، باید منتظر اومدن همسرش بشیم. بالاخره همسرش میاد اینجا. شما گفتین ناحیه چه کار میکنین؟ من الان تلفن میکنم اجازهش رو. اما نه، بهتر این کارو نکنید، نیازی نیست. وقتی کارم اینجا تموم شد از شما یادداشت میگیرم میبرم، همین کافیه. خب از همکاریتون ممنونم. من باید جایی برم، فعلا تو اداره کسی نیست. من تا چند لحظه دیگه والش برسه. با همکاری هم آقای کلمنتو برسونید بیمارستان. البته احتیاج به یادآوری نیست، قبل از هر اقدامی آمبولانس خبر کنید. تا برگشتن منم به هیچ وجه جایی نرید. سعی میکنم جناب کارگاه، حتما. ممنونم. آقای کلمنت، سرت اومده؟ تا فهمیدم دنیا رو سرم خراب شد. آی دیوید. آیده ای نداره خانم، شوهرتون مرده، شاید هم مسموم شده. راستش فکر میکنم شما بس کن دیگه، به من تهمت میزنی. میخوای بگی من اونو مسموم کردم؟ معلومه خانم.
برای پلیس همیشه شک و تردید وجود داره. مثلا ما فکر میکنیم به اون مواد سمی دادی که بمیره و اموال بی حسابش رو تصاحب کنیم. شما باید منتظر مجازاتت بمونی خانم. من به تو شک دارم. نمیدونم چرا هر وقت تئودور اون قاتل ولگرد پیداش میشه تو هم پیدات میشه. همه چیزو به مقامات مربوطه اطلاع میدم. حرفش زن. حالا میبینی که چه مصیبتی سرت بیارم. چند وقت صبر کن تا ببینی چیکار میکنم باهات. اینجا چه خبر شده ها؟ چه داد میکشید؟ خوب شد اومدی. سرکار. بله. این مرد مثلا یه پلیسه اما همیشه برای من ایجاد مزاحمت میکنه. خیلی حرفاست که باید سرگروبان اجازه بدید. این خانم یه سری پرونده داره. تازه شوهرشون هم به این روز افتاده که میبینید. من اینجا بودم که این اتفاقات افتاد. فکر میکنم مصدوم شده. راستش به این خانم شک دارم. برگ جلبشون رو هم دارم. حواسشون هم نیست و دارن هزیون میگن همونطور که میبینید. حرفای زیادی دارم که باید بهتون بگم. مثلا درباره جوونه سرکار اجازه بدید به حرفش گوش ندید. تو آدم خیال از شخصی به اسم تئودور حرف میزنه که میخواد ما رو فریب بده. یه لحظه اجازه بدید. من الان کاملا گیج شدم. شما یه حرف میزنید خانم یه حرف دیگه. حالا بگید چیکار باید بکنیم؟ خیلی ساده است سرکار. من ایشونو میبرم ناحیه 4 پلیس و بعد از بازجویی برشون میگردونم اینجا. همه چیز روشن میشه. بسیار خوب. میل شما؟ نه غیر ممکنه. نه من با این مرد نمیرم. اون دروغ میگه. اگه ممکنه شما هم با هم بیه. این یه توته است. اگه ممکنه یا آمبولانس خبر کنید. اجازه بدید خانم. اگه ممکنه یا آمبولانس خبر کنید تا جسد آقای کلمنت رو ببرن پزشکی قانونی. خب باشه من تا رسیدن آمبولانس اینجا میمونم. بعد به اداره پلیس مرکزی میام و منتظرتون میشم. خانم محترم میبینید که سرگروهبان والش هم با من هم عقیده هستن. بهتره بدون ایجاد مزاحمت همراه من بیایید. بیایید خانم. من جایی نمیرم. یه حقوق است. آروم باشید خانم. ایشون کارت پلیس دارن. توی اداره پلیس و دادگاه حقایق روشن میشه خانم. بفرمایید. آخر سر این زن همه چی رو خراب میکنه. میشه بگی تا حالا چه غلطی کردی؟ چه غلطی کردم؟ راننده رو ترسوندم. اموال قاچاق از چنگش آوردم بیرون. خب منظور؟ نفهمیدی منظورمو؟ خواستم بگم که همه اجناس رو بالا کشیدی. سهم من چی شد؟ چه بی‌طاقت. این که دعوا نداره. بیا برش دار. تو این پاکت $2000 گذاشتم. چی؟ می‌خواستم الان بهت بدم. بگیر. چی شد؟ فقط 2000 تا؟ حساب کردم قیمتش فقط 4000 تاست. خب نیست نه؟ خیلی خوبه. اصلا فرض میکنیم درست میگی. همه اون یکی چی؟ اون کامیونه رو وسط بیابون نگه داشتم. اون دخترها رو از چنگش در آوردم. اون همه جواهری که تو کیفش بود و برداشتم 2 دستی تقدیم جنابعالی کردم. سهم من چی میشه؟ چه بی صبری آقای پلیس محترم. خیال کردی تئودور حقتو میخوره؟ برو از اون کشوی دست راستی سهمتو بردار. میبینم حواست جمعه. خوبه خوشم اومد. خیلی خوب. حالا بگو ببینم راجع به این زن سوزانو میگم چی کار بکنیم؟ یکی رو گنگ کاشتیم. حالا مطمئنم که پلیس در به در دنبالمون میگرده. اوضاع خراب میشه. نظر تو چیه ها؟ مطمئن باش هیچ وقت به فکر کسی نمیرسه که بیاد اینجا. ما سالا پیش میامدیم اینجا. الان هم خیال میکنن اینجا یه خونه متروک هست. مخصوصا که این اطراف خونه ای نیست. ولی باید یه مدت مخفی بشه. در این صورت میتونیم امضای زیادی ازش بگیریم. بعدم اموال اون خدا بیامرز رو تقسیم میکنیم. درست این یه جلسه انحصار وراثت باقی. البته که کار خیلی آسونیه. به خصوص با این لباس و قیافه‌ای که تو داری خیلی کارهای دیگه هم میتونیم بکنیم. ببین من نقش خودم همیشه خوب بازی میکنم. میتونم همه رو به اشتباه بندازم.
ولی تو هم یه چیزی رو یادت نره، قرارداد نس بین ما همیشه برقراره. از این لحاظ خیالت راحت باشه، هیچ وقت قرارداد منصفانه رو این فراموش نمی‌کنه. بله حتما به اطلاعشون میرسونم رئیس. بعد خواهش کنم، خدا نگهدار. سلام کاراگاه. سلام باش. امروز که من دفتر نبودم اتفاقای عجیب غریب زیادی افتاده قربان. کار آقای دیوید کلمنت چی شد؟ خانم کلمنت اومد؟ وقتی اومدم دیدم سرکار هوستون و زن اون مرحوم با هم دیگه دعوا میکنن. نمیفهمم. وقتی قضیه مرگ اون مرد در بین بود دیگه چه جای جر و بحثی؟ جسد رو به پزشکی قانونی منتقل کردید؟ خیر، هوستون به این مسئله توجهی نداشت. تمام تلاشش این بود که هر طور شده خانم سوزان رو با خودش ببره. البته شاید از روی وظیفه شناسی من کار انتقال رو انجام دادم. وظیفه شناسی بزرگترین وظیفه‌ای بود که به عهده‌اش واگذار کرده بودم. درباره بند جری باید هر چه زودتر میرفتم مرکز پلیس. شما هم نبودی که من مجبور شدم از اون بخوام آمبولانس خبر کنه و به پزشک اطلاع بده. عجیبه. چی قربان؟ چرا به این دستور توجه نکرده؟ خب چون حکم جلب خانم کلمنت رو به این کار ترجیح داده. عجیب تر این که اصرار داشت اصلا گواهی بگیره که اینجا به خدمت مشغول بود. حتی از گرفتن گواهی خودداری کرد. مورد جالبیه. حالا بگید ببینم ضمن دعوا این دو نفر چه مطالبی به هم دیگه میگفتن؟ ببینید اونا بیشتر اسم شخصی به نام تئودور رو به زبون می آوردن. خانم سوزان میگفت من راجع به تئودور همه چیزو به پلیس میگم. هوستون مرتب مانع حرف زدنش میشد. با وجود مقاومت خانم هوستون اونو با خودش برد. ببخشید قربان، معذرت میخوام، شما به هوستون زنین هستین؟ معلومه والش، معلومه که زنینم. نه ولی اون کارت شناسایی و نشان مخصوص پلیس داشت. لباس پلیس هم پوشیده بود. در ضمن با ماشین پلیس هم اومده بود. در حال من باید با ناحیه 4 تماس بگیرم. بگیرید. مورد عجیبیم. الو، پلیس ناحیه 4، ارادتمند جنی دلر. درباره یکی از نیروهاتون پرسشی داشتم. بله؟ بله هاستون. بله مطمئنم. کارت پلیس هم راش داشت. مطمئنی بالش؟ بله خودم دیدم. بله داشت. متوجه هستم. خیلی خوب، شما مطمئنید؟ بسیار خوب، اگه اطلاعی به دستتون رسید با اداره مرکزی تماس بگیرید. بله منم همین کارو میکنم. متشکرم. خب چی شد قربان؟ تو ناحیه همچین شخصی وجود نداره. لعنتی ما رو گول زده. معلوم نیست چه بلایی سر سوزان بیچاره اومده. باید اون لیوانی که باش با آقای کلمنت آب داد و بدی به آزمایشگاه. صبر کن. بله زود باش، باید بریم سراغش. مگه آدرسشون رو میدونین کارا؟ اسم تئودور کلید اون آدرسه. باش یکی دو بار دست و پنجه نرم کردم. میدونم آدرسش کجاست. خونه ای که داره اونجا مرکز عملیاتشه. پس بگم ماشین حاضر کنم؟ بگو چند تا مامورم آماده باشه. اطاعت قربان. امضا نمی کنم. نه غیر ممکنه. اگه منو تیکه کنین محاله دزده میشن. خانم عزیز به نفته که این سند رو امضا کنی. پولای زیادی که هیچ وقت به دستت نمیرسه ما وصول میکنیم.
یکمشو بر میداریم باقیشو میدیم بهت. میتونی یه عمر خوشبخت زندگی کنی. با هم به یه نون و نوایی میرسیم. تو یه عوضی هستی. فکر میکنی نمیدونم منظورت از این کارا چیه؟ میخواستی منو معتاد کنی و به چیزی که دوست داری برسی. من حواسم هست. از شر اون پیرمرد راحت شدی. حالا خوب نگاه کن. من عیبی دارم؟ نه. شاید یکی دو سال ازت بزرگتر باشم. اگه ازدواج کنیم دنیا به کاممون میشه. لعنتی. آروم باش دادار، آروم باش. این خانم مثل یه اسب وحشی میمونه. میدونی که واسه رام کردن اسب سرکش باید چی کار کرد دادار؟ موضوع اعتیادت تو چی کار میکنی؟ میبینم خماری. آره. اگه بهت نرسونیم همینجا میمیری. ما هم با جعل امضای تو و شوهرت به همه چی میرسیم. تمام. پس لجبازی رو بذار کنار. این آخرین حرفمه. منو بکشید، سرمو ببرید، ولی محال امضا کنم. فهمیدی؟ نمیخواستم بگم ولی میگم. ما میتونیم تو رو به اسم قاتل شوهرت معرفی کنیم. دلیلم داریم. تو تنها کسی هستی که بعد از مرگش میتونی اموالش رو تصاحب کنی. ضمناً تنها کسی بودی که به اون دارو میدادی. فقط تو بودی که میتونستی تو داروش زهر بریزی. حالا چی میگی؟ مطمئنم وقتی شوهرم با این پلیس قلابی تنها بود بهش زهر خورونده یا قرصاشو برداشته تا بمیره. ببین سوزان عزیز، ما سندایی داریم که تو امضاشون کردی. میتونیم همشون رو بفروشیم. بعدم آدمایی هستن که اونا رو به جریان میندازن و میتونن بدبختت کنن. بعدم به این سادگی که نمیشه به پلیس تهمت زد دختر. پس بهتره با ما کنار بیای. از اون همه ثروت یه عمر هممون استفاده میکنیم. دقیقاً بهترین زندگی رو در اختیارت میذاریم. ویلای بزرگ، ماشین خوش، اصلا هرچی که بخوای. خلاصه تا آخر عمر خوشگذرونی میکنی. من این کارو نمی کنم. شما عوضی نمیتونین این کارو دختر لجباز کنید. من اجازه خیلی خوب. حالا که اینطور شد آخرین حرفم رو میزنم. مجبورم بکشمت. هیچ کس هم نمیدونه تو الان اینجایی. بعد جسدتو میبرم میندازم تو رودخونه. میتونیم بگیم مرگ به علت داروی بیهوشی زیاد و غرق شدن تو رودخونه بوده. چطوره؟ عالیه. برای یه زن معتاد طبیعیه. در ضمن قبل اینکه بندازم تو رودخونه میتونم اثر انگشتتو بزنم پای این سندا. و تمام. یعنی منو میکشی؟ این سالانه لعنتی کجا؟ حالا شدی دختر خوب. دقیق. چون حرکت نکنید شما محاصره شدید. شما از کجا پیداتون شد؟ فایده ای نداره. مامورا خونه رو محاصره کردن. هر دو کشته میشین. از تو بنداز تیار. دستگیرش کنید. جلو بیایی من گردن این زن رو میبرم. میکشمش. چاقوتونو بندازین زمین. از اون زن فاصله بگیر حسن. دستاتو بذار رو سرت. کنار وایسین. این آخرین اختیاری که بهتون میدم. آقای حسن، البته اگه اسم واقعی این باشه دستاتو ببر بالا وگرنه میتونن همین الان بزنن. شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید. این زن به همه چیه نه کمک کنی. اون میخواد منو بکشه. نری عقب میکشمش. چه دستوری میدید؟ سب کن بالش. همه برید. هدف بگیر. بله. گفتم برید عقب. من هیچ تقصیری ندارم. همش کار اونه. حالا دستگیرشون کنید. حالتون خوبه خانم کلمنت؟ حالا که اومدید بهتر شد. ممنونم کاراگاه. شما از کجا فهمیدید من آوردن اینجا؟ اصلا یه پلیس قلابی بود. از سرانگشتش رو میز اداره مونده بود. همینطور روی لیوان آبی که دست آقای کلمنت مرحوم داده بود. متاسفانه از غفلت من استفاده کرده بود و در آخرین لحظه به همسرتون زهر خورد. بله. من از اثر انگشتش استفاده کردم. معلوم شد تا
هوستون همون آدم پلیس اخراجیه که به علت رشوه‌خواری و باجگیری مدت تو زندان بوده و حالا با تئودور همکاری میکنه. من دیگه امیدی نداشتم تا از دستشون خلاص میشم. خوشحالم که این قاتل‌ها رو دستگیر کردید. اونا باید هر چه زودتر تسلیم این عدالت وظیفه ماست. شما هم وظیفه‌ای دارید و اون اینه که هر چه زودتر اعتیاد خودتون رو ترک کنید. اعتیادی که این دو نفر مسببش بود. بله قربان ببخشید، قبل از ترک اینجا از شما میخوام بگید چرا به هوستون زنین شدید؟ این دلیل که بهش گفتم در نبودم برای آقای کلمنت پزشک و آمبولانس خبر کنه و همچین کار مهمی رو انجام نداده بود. همینطور بدون گرفتن گواهی مبنی بر انجام خدمت اداره رو ترک کرده بود. این باید گواهی رو به محل خدمت خودش یعنی ناحیه 4 ارائه میکرد. حالا متوجه شدی والش؟ بله شدم. همیشه بهت میگم باید به نکات ریز دقت کنیم.